خب ترس و اضطراب رو باید در گربه‌ها بدونیم چیه، چرا که منشأ بسیار از اختلالات رفتاری و حتی بیماری داخلی میتونه باشه. پس شناختش برای یک سرپرست گربه بسیار الزامیه. مدل های مختلفی رو داریم. یک سری ها هستن که این ریاکشنی که نشون میده طبیعیه، اما از لحاظ دید ما غیر قابل قبوله. برای مثال عرض میکنم، کودکی با گربه بازی میکنه ولی رفتارش به شکلیه که یا مثلا نوع نوازش یا بلند کردنش یا به سمتش وقتی میره به شکلیه که برای گربه یک تهدید محسوب میشه از دید اون، یادتون باشه از دید شما، و گربه میره قایم میشه یا یه مثلا صدایی در میاره که نشون دهنده رفتار تهاجمیه. پس اینجا مشکلی نداره گربه در تعامل و ارتباط با انسان، بلکه اون شخص رفتارش به این شکل بود که گربه دچار در واقع سوء تفاهم شده و احساس خطر کرده. مدل دیگه ای رو داریم، یک سری محرک ها رو داریم که محرک یک چیز طبیعیه، تهدید کننده هم نیست، ولی رفتار گربه میبینه غیر نرماله، یعنی احساس میکنه که این در واقع یک تهدید براش محسوب میشه و نسبت بهش ریاکشن ترس و اضطراب رو داره. برای مثال مثلا یک جارو برقی یا یک سری صداهای بلند توی محیط خونه میتونه که باعث ترس و اضطراب بشه و گربه شما معمولا در این حالت میره قایم میشه و شما فکر میکنید که این یک رفتار کاملا عادیه، در حالی که اون محرک اذیت کننده است و وقتی ادامه دار میشه توی شخصیت گربه شما خیلی تاثیر خواهد گذاشت و یک سری رفتارها میتونه درش بعداً شکل بگیره. مورد دیگه ای رو که داریم، همه چیز طبیعیه، یعنی هم اون رفتار گربه طبیعیه و هم از دید ما طبیعیه و مورد قبوله. اون زمانی اتفاق میفته که یک سرپرست شناخت کافی رو از گربه خودش داشته باشه و زمانی که یک محرکی ایجاد میشه منتظر این هست که گربهش بعداً یک رفتار در واقع اعتراضی رو نشون بده یا یک رفتاری رو از روی ترس و اضطرابش نشون بده، مثل قایم شدن، مثل دستشویی کردن این ور اون ور. و اینجا همه چیز در واقع طبیعیه، همون محرک رو از دید ما در واقع میدونیم که طبیعیه برای گربه یک نوع سمه و هم ریاکشن گربه. یک سری موارد رو هم باید یادتون باشه که توی جامعه بد جا افتاده. مثلا میگم انتظاری که ما از یک سگ رو داریم که خب نیاز به بازی و توجه بیشتری داره، برعکسش رو در گربه مثلا فکر میکنیم که خیلی مستقل تره، نیاز به بازی نداره یا کمتر. گربه ها خودشون به تعاملات اجتماعی بسیار نیاز دارن. شما زمانی که توی خونه هستین حتما باید باش وقت بگذرونید، باش بازی کنید، نوازشش کنید، بهش توجه کنید به هر شکلی. در غیر این صورت باز دچار اضطراب، ترس و اضطراب خواهد شد که تنها مونده و به مرور زمان رفتارهای دپرسی شاید نشون بده یا یک سری باز اختلالات رفتاری که میتونه حالت اعتراض هم داشته باشه، خارج از باکس مثلا دستشویی کنه یا بیش از حد دچار عدم تحرک بشه. پس شناخت باعث میشه که ما از یک سری موارد جلوگیری کنیم با شناختمون و خیلی پیشگیری میشه بعدها از اختلالات جدی رفتاری و بیماری های داخلی. توی کلینیک ها هم که میبریم اینم خیلی مهمه، حتما مطمئن باشی که اون پرسنلی که اونجا هستن کاملا شناخت دارن به رفتارهای گربه ها و چیزهای محرکی که براشون میتونه ایجاد باشه و گربه های خودتون رو اجازه ندین اگر ترسو یا مضطرب هستش یا استرسی هستش خیلی اجازه ندین که اونجا به خاطر تولید یک محتوا یا ویدئو بیش از حد در حالتی باشه که گربه شما دوست نداره. اگر داخل باکس احساس راحتی میکنه سریع معاینه بشه، کارهای درمانش انجام بشه و بره داخل باکس. در همون حین اگر تونستم ویدئو رو بگیرن، اگر نمیتونم بیش از حد گربه رو در معرض محرک‌های استرسی قرار ندهن. هم از من به یادگار داشته باشیم. و جمله آخر، پیشگیری به صرفه تر و خیلی راحت تر از کارهای درمانی.